عزیز به ادامه برنامه و عیدتان مبارک دوستان عزیز. امید است که تا حال خوش گذشته باشه و هر کجایی که رفتین سلام از ما رو تقدیم میکنین و عید مبارکی میکنین. بله و ما میخوایم به تمام دوستان یک بار دیگه عید مبارکی بگیم به خاطر اینکه تازه تمام هموطنان ما نماز عید ادا کردن و به فامیلم و به تمام دوستایی که ما رو میبینن تبریک میگم. پیشتر امید جان گفت یاد بیشتر فرخنده جان اومد که گفت ما باید کمی کامرا سر من میگم که به فامیل اجمل جان تبریک. ما باز مردم به فامیل فرخنده جان تشکر. خب اجمل جان گاهی خیال پلو زدین یا فکر کردین که انواع مختلف خیال پلو خب معمولا کل انسان ها خیال پلو کل زندگی به خیال پلو تیر شد. خب خیال پلو زدیم. خب چی فکر کردی؟ کل دوستان خوبی فهمیدن که شما نامزد هستین. مطمئن هستم میال نامزد عزیزتان اول باشن. عید تبریک میگم. خواهر هستن سر اجمل جان به خاطر از اینکه روز اولی تاول فکر میکنم عطا تبریکی بر از نان دادن. خب دوست فکر کردی که کی باشه در عروسی در محفل عروسی آواز بخونه؟ والا 100% فکر کردیم و کسی که زیاد دوست دارم میخوایم که در محفلم بخونه و وعدم کرده. این لحظه در پولیم تشریف داره نسیم جان هاشمی وعده کرده باش که یک تعهد خط از زبان خودتان بگیم. بسیار زیاد خوش آمدین. زنده باشین، خوش باشین. به شما سلام تقدیم میکنم. دوستایی که لحظه ما رو میبینن عید برشان تبریک میگم. امیدوار هستم که عید خوش داشته باشن. و عزیز دل ما که در کنار نسیم جان هاشمی هستند از جمله خوشبخت‌ترین جفتایی هستند که از طریق 456 به برنامه نامزد راه پیدا کردن و اینا رو خوش آمدید میگیم. تشکر. زنده باشین. خوش آمدید. مبارک. زنده باشین. تشکر. سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما نسیم جان، فرخنده جان. عید سعید فطر صمیم قلب به شما، به فامیل محترمم و تمام مردم مسلمان افغانستان تبریک میگم و آرزومند هستم یک عید خوش داشته باشید. زنده باشید. نامزدتان یادتان رفت حامد جان؟ او رو نآوردم. بله میشه که پیام تبریکتان از کامرا بگین برشون؟ بله برای نام تبریک میگم. خب عزیزای دل شما شاهد هستین که بزرگترین برنامه را رادیو آرمان برای انداخته بود، برنامه نامزد و تقریبا 3 سال یا اضافه تر میشه که این برنامه جریان داره و هنرمندای محبوب در برنامه شرکت میکنن با طور رایگان با محفل خوشی دوستا میخوان کسایی که از طریق 456 با برنامه را پیدا میکنن و قرعه کشی میشه که از اون جمله این دوست ما با برنامه را پیدا کردن و خوشبخت هستن و خوشبخت شدن، اما متاسفانه که تنها آمدن و نسیم جان هاشمی هم در کنارشان هسته. میشه کلام گپ نسیم جان زنده باشین. من فکر میکنم که از چند هزار دوستایی که چند هزار جفتی که پیام ماندن برای حامد جان تبریک میگم که خوش شانس شدن دیگه و امیدوار هستم که حامد جان که فعلا که آماده است و گفته یگان تا در میدان نبرد آماده شده، امیدوار هستم که ما برشان برایم به خاطر قبل از اینم که چیز شوه یک رقم یعنی ما یک مراسم قرعه کشی رموز کرد. روسیا یک مراسم قرعه کشی یک رقم حامد جان رموز کرد که اگر در عروسی ما بر خودت پیام ماندیم تو یک رقم باشه. امیدوار هستم که برشان وقت تالیز دیگه اجمل از حامد پرسان میکنیم که چگونه آشنا شد با نامزدش، چقدر وقت میشه که نامزد هستین؟ تقریبا شاید 2.5 ماه نامزد هستم و آشنایی من دختر کاکایم است. خب انتخاب خودتان بود یا انتخاب فامیل و خودم فامیل؟ چی وقت پلان دارین بخیر عروسی کنین؟ تصمیم دارم دمی زودیا بخیر، شاید 1 ماه بعد، شاید 1.5 ماه بعد. بسیار وقت کم میشه، تقریبا 2.5 ماه میشه. بله. یک گپ دیگه میخوایم از حامد جان پرسان کنم. نامزدتان قرار بود امروز با ما باشن، چرا نامدن؟ حالا جریمه هم میشن؟ جریمه نقدی میشن. خیلی حاضر هستم جریمه رو بدم اما نخواستم. ایدی ما و فرخنده رو بده دیگه. چرا نه 1000 دفعه. خب دوستان عزیز ما 3 دانه پوریگک داریم با اصطلاحم که در نام نسیم جان هاشمی و شریف جان سائل و سلطان جان هماهنگ نوشته شده. خب متاسفانه که دیگه دوستا تشریف نبردن، میگم ما چهره تلویزیونی نداریم، از ما که نخواد بدرنگ باشن. خب ای 3 پوری رو میمونیم از هر کامش که چانس یاری کرد با حامد جان ببینیم که حامد جان خود دوست دارن که نسیم جان بشن بخونه. خب بعدش میبینیم که کدام یکی از این دیگه اینا نامزدها سهشون تاپ هستن. چانس شدن که برنده شدن در بین چند هزار نفر. اینا 3 نفر انتخاب میکنن. 3 کاغذ از اینجا میبینیم که امیدوار هستم که حامد جان موفق شدن. انتخاب کنم. بفرمایید. حامد جان انتخاب کنیم ببینیم که
شما بودیم خودم باز کنم. شما خودتون باز خودتون کنید. باز کنید دیگه. اینه. نسیم هاشمی. نسیم هاشمی بس سفارش چک. بسیار ممنون. میشه کنیاشم اگه باز کنیم که در دل دوستا چیز نگرده یاش من باز میکنم و این دو پوری مربوط میشه به دو جفت خوشبختی که از طریق 456 به برنامه راه پیدا کرد و پس یاره باز پوری میکنیم که کی هسته؟ سلطان ماهنگ. و یک توفام داره نسیم جان هاشمی برای کسی که خوشبخت شده باشه 340 شریف سایل. و خوب اجمل جان، حالا توفیقی که نسیم جان هاشمی بر ما آماده کردن و به آمد جان و به تمام نامزددارایی که امیل از البته نامزاد هستن و تصمیم ازدواج دارن به اونا تقدیم میکنن. تقدیم ما میکنه. خب تقدیم اجمل جان. نسیم جان بفرمایید. بفرمایید. کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد کمر باری دل عاشق مثال گرگ گشنه است که گرگ از های چوپان نترسد کمر باری کمر باری که من شام تاریک من کمر باریک من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بس است با ما وفا کن کمر باریک با ما وفا کن کمر باریک بلای آسمانی گه با ما گه با دیگرانی کمر باری خدای داده رو یا موی زیبا ولی سنگین دل و نامهربانی کمر باری کمر باری که من شام تاریک من کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بس است با ما وفا کن کمر باریک با ما وفا کن کمر باریک چشم آهو ما قربان همو تاقد و ابرو کمر باری سفیدی رو یکه چون ماه تابان توی با دیگران من در غم تو کمر باری کمر باری که من شام تاریک من کمر باری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من صلح و صفا کن جفا دیگر بسر با ما وفا کن کمر باریک 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 زنده باشین. تشکر. با گفته سوانای ما که میگه که دست درد نکنم شما میگیم کنجری درد نکنم. بوی صدای زیبا زنده باشین. و
بازم زندگی سبز، زندگی آرام، زندگی پر از خوشی برای خودت آرزو میکنم. حامد جان تشکر اجمل جان. سبز داشته باشین زنده باشین. و تشکر میکنم از نسیم جان هاشمی زنده باشین. که هر سال همچون یک برنامه بزرگ برای انداختن و همکار با وفا. همکار با وفا. بله هستین. خدا کنه که با پایتون تا آخر باشه در محفل ما بخیر بخوانیم ان شاء الله. من خدمت هستم که همیشه ما در برنامه گرچه این خدمت نیست، یک همکاری دوستانه است که به یک ضرورت نداره از این انسان